سلام دوستان، آموزش امروز طرز تهیه باقالی قاتق یا باقالی خورشته، یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین غذاهای گیلانی. قبل از هر چیز میخوام آغاز سال 1400 سال نو رو بهتون تبریک بگم و آرزو کنم همتون تنتون سالم باشه و لبتون خندون. خب بریم برای درست کردن. فقط قبلش ممنون میشم همین الان ویدیو منو لایک کنید. اگر کانال منو سابسکرایب ندارید دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشید. و اگر شما به مدل دیگه ای باقالی قاتق رو درست میکنید برای من تو کامنت ها بنویسید. و کلا خوشحال میشم که نظراتتون رو تو کامنت ها داشته باشم تا بتونیم با هم دیگه توی کامنت ها بیشتر تبادل نظر و تبادل اطلاعات کنیم. خب بریم با هم دیگه باقالی قاتق یا باقالی خورشت، هر کدوم که حالا شما به گوشتون خورده یا میگید و درست کنیم. برای درست کردنش اگر بخواین کاملا اصیل و گیلانی رفتار کنید باید توی ظرفایی که بهش میگن گمچ، همونطور که تو ویدیو میبینید تو اونا درست کنید. توی گمچ کمی کره میریزین. بعد سیرا رو من توی فریزر داشتم و همون سیر رو استفاده کردم. اگه سیر تازه دارین یا اگه سیر خشک دارین خب اونا رو پوست میکنین و توش میریزین. میتونید سیرا رو رنده کنید یا میتونید به تیکه های کوچیک‌تر در بیارید، هر جور که دوست دارید. من دیگه تون میخواستم درست کنم و همینجور سیر درسته رو ریختم. به اندازه 1 دقیقه سیر رو تفت میدین، بیشتر نه، چون اگه بیشتر تفت بدین غذاتون خیلی بوی سیر میگیره. از اونجایی که میدونین تمام غذاهای گیلانی یعنی 90%شون همشون سیر دارن، اما توی باقالی قاتق اون طعم سیر هست که بیشتر مهمه. عطر سیر ناخودآگاه توی غذا پخش میشه، ولی اگر سرخش کنید خیلی عطر سیر بولده، خیلی مشخص تر از بقیه طعما میشه و ما اینا نمیخوایم. باج‌باقالا یا لوبیا کشاورزی رو که 2 پوسته شده یعنی پوستشو کندین و بدون پوست هست میریزین توی کره ها و کمی تفت میدین. اگر شیوید خشک دارین شیوید خشک اضافه کنید. اگر شیوید تازه دارین حواستون باشه شیوید تازه رو خیلی اضافه کنید هم باقالی قاتقتون تیره میشه و همین که یکم مزه تلخی میگیره. میتونید به کره‌تون کمی روغن هم اضافه کنید، ولی خیلی مهمه که حتما کمی کره باشه توی ظرف، به خاطر اینکه وقتی که باقلیا رو با کره تفت میدین خیلی خورشتتون لذیذتر میشه در انتها. باقالی قاتق یکی از خورشتای واقعا راحت شمالیه و مواد اولیه‌اش هم بسیار راحته، همون کره یا روغن، سیر، باقلی این باقلی نیست، این یه پاچ باقالا، یه نوع لوبیایی هستش که توی شمال ایران هست. توی خاربار فروشی ها، مغازه ها، سوپرمارکت ها هم برین الان دیگه پاک شدهش هستش. شوید خشک یا تازه و زردچوبه و نمک و فلفل، همین به همین راحتی شما میتونید یه خورشت خیلی خوشمزه رو داشته باشید. همونجور که دیدین طرز تهیه‌اش هم خیلی راحته. اول سیر رو با لوبیاها رو توی کره تفتش میدیم کمی هم بخوره به اندازه چند دقیقه. بعد شیوید رو اضافه میکنیم، زردچوبه و نمک و فلفل. و در انتها وقتی که لوبیاها پخت باید تخم مرغ اضافه کنیم. یکی از نکته‌هایی که این خورش داره اینه که همین تفتی که لوبیا رو با کره یا روغن میدیم باعث میشه که خورشتتون خیلی در انتها وا نره و لوبیاها له نشن. خیلی از دوستان من وقتی درست میکنن میگن خورشتمون له شد، اصلا یه انگار مثل خمیر شد. این به خاطر اینه که قبلش خوب لوبیا رو سرخ نمیکنن و اینکه طولانی مدت میذارن. اصلا غذایی نیستش که خیلی طول بکشه، نهایت نیم ساعت، مگر اینکه کیفیت لوبیاهاتون بد باشه که در اون صورت اصلا خورش طعم خوبی پیدا نمیکنه. یا اینکه حواستون باشه که رنگ این خورش باید بین زرد و سبز باشه. بعضی انقدر شیوید میریزن که کاملا خورشتشون سبز میشه. این غذا باید رنگش سبز و زرد باشه، یعنی خود خورش زرد باشه و به خاطر شیویدا کمی به سبزی بزنه. زردش هم از زردچوبه هستش، یه مقدار بیشتر باید زردچوبه توی این غذا بریزیم. نگران نباشین بوی زردچوبه خیلی معلوم نمیشه.
برای از بین بردن بوی زردچوبه باید همه رو با هم مواد رو تفت بدین. قبل از اینکه آب رو اضافه کنید، اگر تمام مواد رو با هم دیگه توی روغن تفت بدید، بوی زردچوبه اذیت کننده نمیشه. حدوداً 5 دقیقه تا 7 دقیقه که مواد رو تفت دادین، آب جوش باید اضافه کنید. اندازه 1 بند انگشت آب باید روی خورشت باشه. خیلی بیشتر آب نریزین، خیلی کمتر هم آب نریزین. کمتر اگر آب بریزین لوبیاهاتون نمیپزه و هی مجبورین در انتها آب اضافه کنید که این آب اضافه کردن در انتها باعث میشه که لوبیا له بشه و خورشتتون یه خورشت له شده یه بد شکل باشه. اگر کمتر از این مقدارم آب داشته باشه باعث میشه که خورشتتون خیلی آبدار بشه و اصطلاحا میگن آب و دونه جدا از هم باشه. وقتی که آب رو ریختین حتما هم آب جوش باشه. وقتی آب جوش رو ریختین در رو میذارین و زیر قابلمتون رو کم کنید. اصلا نباید این خورشت رو هم بزنید. هم زدن همون اولش بود دیگه. از وقتی که آب اضافه میکنید بذارین برای خودش با آرامش پخته بشه. برای تخم مرغ بعضیا به تعداد نفرات تخم مرغ میزنن. این دیگه سلیقه‌ایه. شما میتونید ببینید که بعضی اصلا شاید دوست نداشته باشن تخم مرغ رو تو این غذا بخورن، یا معمولا ما خودمون میگیم هر 2 نفر یا 3 نفر یه دونه تخم مرغ براش در نظر میگیریم. حدوداً اواخر پخت، حتی بعضیا میذارن وقتی کاملا خورشت پخت اون وقت تخم مرغ اضافه میکنن. بنابراین حدوداً 10 دقیقه آخر تخم مرغ ها رو توی خورشت بزنید، هم نزنید. تخم مرغ باید درسته باشه. در رو بذارید کمی اون 10 دقیقه گذشت و پخت تخم مرغا، خورشتتون آماده است و میتونید دیگه خاموشش کنید. همونجوری که گفتم بر اساس نوع پاچ باقالا یا لوبیاتون این خورش حدوداً 20 دقیقه تا ماکسیموم 40 دقیقه طول میکشه و بعد دیگه آماده است. برای کشیدنش اول لوبیاها رو بریزین توی ظرف و توی ظرفاتون تخم مرغ‌ها رو روی خورشت بذارین. همونجوری که میبینید خورشت ما زرد و سبزه، نه خیلی سبزه نه خیلی زرده. سیرهامون رو با اینکه درست انداخته بودیم اما کاملا نرمه و اصلا زیر دندون نمیاد و فقط طعم خیلی خوبی به خورشت داده. همونجوری که توی ویدیو هم میبینید لوبیاهای ما کاملا شکلش رو حفظ کرده و له نشده. حواستون باشه اگر لوبیاتون خشک بودش بهتره که از شب قبل کمی خیسش کنید، اما اگر از لوبیای رشتی یا لوبیای کشاورزی یا پاچ باقالای تازه استفاده میکنین اصلا احتیاج به خیس کردن نداره. خود گیلانیا کاری که میکنن اینه که لوبیای تازه رو فریز میکنن و از لوبیای فریزری استفاده میکنن که وقتی که میپزن واقعا مثل همون لوبیای تازه میشه. همونجوری که توی بهار مثلا نخود و فریز میکنید این لوبیاها رو هم میتونید فریز کنید و هر وقت که خواستین این خورشت خوشمزه رو آماده کنید سریع از فریزر در بیارین و بریزین توی قابلمه و نیم ساعت غذاتون حاضره. خود مردم عزیز گیلان باقالا قاتق رو با برنج کته خوشمزه و ماست و سیر ترشی، سیر تازه و از همه مهمتر ماهی دودی میل میکنن. واقعا خیلی خوب میشه و این موادی که کنار خورشت و غذا هستش یه طعم و عطر دیگه‌ای به سفره میده. شما هم میتونید حداقل دیگه از ماست یا سیر ترشی یا پیاز ترشی کنار این غذا استفاده کنید. ممنون میشم اگر ویدیوی منو دوست داشتین لایک کنید. اگر کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله هم بزنید تا از ویدیو جدیدم مطلع بشین. نظراتتونم تو کامنت برای من بنویسین و حتما اگر غذا رو با روش من درست کردین توی کامنت ها برای من بنویسین که نتیجه چجوری شد تا اگر خوب شده که من خیلی خوشحال میشم. اگر مشکلی هم بود بتونم راهنماییتون کنم. درست کنید و نوش جان کنید.